امروز استراتژی رو بهتون میگم که به جرئت یکی از سودآورترین استراتژی‌هایی است که طی سالهای گذشته دیدم. برای اینکه از این روش مطمئن بشی اونو بارها در دمو تست کن و ببین چقدر میتونه برات سودآور باشه. یک ویژگی عالی و یک نقطه ضعف این روش رو توی پست بهت میگم که خیلی مهمه. این استراتژی برای همه تایم فریم و همه بازارها از جمله فالکس، کریپتو، طلا و سهام عالی هست. توصیه میکنم این آموزش رو از دست ندید چون نکات بسیار مهمی داره. لایک رو بزن و بریم سراغ این استراتژی جذاب. به رسم گذشته یک تشکر ویژه از همه دوستانی که استراتژی معاملاتی خودشون رو توی تلگرام برای بنده میفرستن داشته باشم. دوستانی که تمایل دارن استراتژی معاملاتی خودشون رو بفرستن یا راجع به استراتژی معاملاتی خودشون صحبت کنیم، آیدی خودم رو توی کپشن قرار دادم، اونجا میتونید با من در ارتباط باشید. استراتژی که امروز در خدمتتون هستم یکی از روش‌ها و الگوهای RTM هست و این رو هم خدمتتون عرض کنم اگه هیچ آشنایی هم حتی با RTM نداشته باشید، به جرات یکی از سودآورترین پترن هایی که توی RTM رو داریم امروز بهتون میگم که همون پترن QM هست و توی اون یه تغییراتی ایجاد میکنه که بتونیم سودهای بسیار بزرگتری رو کسب کنیم. پس اگه آشنایی با RTM نداری یا RTM رو بلدی و پترن QM رو هم حتی بلدی، تا آخر این پست با من همراه باش چون میخوام یک تغییرات بسیار خوبی توی این روش بدم و سودآوری و ریواردهای اون رو براتون افزایش بدم. من توی پست‌های مختلف بارها تاکید کردم که طی 2-3 سال اخیر یکی از الگوهایی که خیلی از اون استفاده می‌کنم خود من به شخصه الگوی QM هست، چرا که با منطق بازار کاملا جور در میاد این روش. برای مثال اگه بخوایم اینجا رو نگاه کنیم، ما اینجا یک لگ نزولی قدرتمند رو داشتیم و اینجا هم لگ‌های نزولی دیگه رو داریم که همونطور که می‌بینید سقف و کف‌های پایین‌تری رو ما اینجا تجربه کردیم و همین که به اینجا میرسیم اینجا آخرین کفی است که ما داریم و اینجا تونستیم سقف قبلی رو به بالا بشکنیم. پس نشون میده که قدرت فروشنده توی بازار کاهش پیدا کرده و ما موقعی که همچین چیزی رو توی بازار میبینیم انتظار داریم که خریدارها وارد بازار بشن و بتونن روند بازار رو دست خودشون بگیرن، که اینجا دقیقاً همین رو مشاهده می‌فرمایید که یک روند صعودی قدرتمند برای ما ایجاد شده. خب بیایم رو به صورت شماتیک کامل توضیح بدم براتون. برای مثال ما اگه اینجا یک روند نزولی رو داشته باشیم، سقف‌ها و کف‌های پایین‌تری رو ما داریم تجربه می‌کنیم و موقعی که این سقف آخر رو به بالا شکسته میشه، یعنی همینجا نشونه‌هایی از ضعف فروشنده توی بازار برای ما ایجاد میشه. یعنی شما اگه حتی هیچ آشنایی هم با RTM نداشته باشید، اینجا برای شما مشخص میشه که قدرت خریدار داره به قدرت فروشنده میچربه. خب ما موقعی که یک همچین چیزی رو میبینیم و موقعی که یک حرکت نزولی رو پایین رو خواهیم داشت، یک نقطه مهم برای ما وجود داره و بعد از اون حرکت رو به بالا. خب این نقطه کجا میتونه باشه؟ اگه ما بیایم فیبوناچی رو بندازیم روی همین لگ آخری که حرکت صعودی رو داشتیم، عددهای هولوش 79 78 حالا هم تنظیمات اصلی خود فیبوناچی هم باشه، شما از عددهای 78 هم میتونید استفاده کنید. 61 و 8 هم حتی بعضی از مواقع میتونه نقاط مهمی برای ما برای برگشت باشه. پس به طور کلی توی یک روند نزولی که ما یک سقف بالاتر رو تجربه کردیم، یک حرکت ریزشی رو پایین رو داشتیم و نتونستیم اون کف قبلی رو پایین بشکنیم، عددهای 78 و 6 یا هم 79 نوع فیبوناچی اصلاحی برای ما عددهای بسیار مهمی است. به بعضی که یک پترن برگشتی کندلستیکی مثل اینگاف رو اینجا ما مشاهده کردیم، ما میتونیم وارد پوزیشن بشیم با استاپلاس. کجا ما استاپلاس رو برای مثال اگه اینجا وارد شده باشیم، زیر همین سوینگی که قرار داریم، سوینگ آخری که وجود داره یا حتی همین سوینگی که اینجا هستیم میتونیم قرار بدیم. خب اگه اینجا قرار بدیم احتمال یک حرکت نزولی رو پایین وجود داره و ما وین ریت خودمون رو شاید با این روش کاهش بدیم، ولی ریوارد هایی که میگیریم ریوارد های بزرگتری هست. ولی اگه بیایم همین کف آخر سوینگ همین ترند نزولی رو به عنوان استاپ لاس خودمون قرار بدیم، میتونیم سودهای بزرگی رو از بازار کسب کنیم. خب من بیام اینا رو حذف کنم، یک توضیح دیگر هم خدمتتون عرض کنم، اینکه این روش خیلی شبیه به هد اند شولدر هست. برای مثال اینجا رو اگه بخوایم نگاه کنیم، خب اینجا به عنوان
خط گردن ما هستش و اینجا اومدیم به این ناحیه خوردیم دوبار و حرکت صعودی رو بالا شروع کردیم. خود الگوی هید اند شولدرز که واقعا الگوی بسیار جذابی است که ما توی بازار داریم، ولی توی RTM ما میگیم که قرار نیستش که این دو تا سطح به هم نزدیک باشن و برابر باشن، در حالی که باید اینجا یک حرکت بزرگتری رو ما داشته باشیم. حتی اگه اینجا هم به این شکل باشه برای ما به عنوان همون الگوی RTM به حساب میاد. خب بریم الگوی کاهش قدرت خریدار رو هم یک نگاه بندازیم. برای مثال اینجا اگه یک همچین حرکتی رو داشته باشیم و بعد از اون یک حرکت داشته باشیم که این کفی که آخری که ما داشتیم رو پایین بشکنه، اینجا اگه یک حرکت رو بالا رو ما داشته باشیم احتمالاً توی همین نواحی ما یک حرکت برگشتی رو خواهیم داشت. پس همینجا هم میتونیم وارد پوزیشن بشیم. خب اگه اینجا رو هم بخوایم یک نگاهی بندازیم، همین لگی که اومد این کف رو پایین شکست، همینجا ما میتونیم وارد پوزیشن بشیم و با استاپ همینجا یا همین بالا ما میتونیم ریوارد های بسیار مناسبی رو کسب کنیم. خب این تا اینجا تقریبا میشه گفت که الگوی RTM بود که خدمتتون عرض کردیم. حالا میریم روی چارت کامل بررسی میکنیم و بهتون میگم با استفاده از یک اندیکاتور شما چجوری میتونید سودآوری که توی این روش وجود داره رو چندین برابر کنید. خب ما راجع به همین روند صحبت کردیم. اینجا رو اگه بخوایم به صورت شماتیک نشون بدیم، حالا خیلی هم دقیق نشد مهم نیست، برای مثال همینجا رو هم بخوایم نگاه کنیم مشاهده می‌فرمایید که اینجا اومده این سقف اینور رو شکسته رو بالا. اینجا رو بخوایم نگاه کنیم تقریبا میشه گفت اون سقف رو بالا شکسته. حالا این رو یک مقدار پایین‌تر بیاریم که بهتر. تقریبا سقف این شادویی که اینجا داریم رو ما رو بالا تونستیم بشکنیم. پس ما موقعی که یک همچین حرکتی رو داشتیم دنبال حرکت اصلاحی اون میگردیم توی 78 همین حرکت بزرگ بیایم وارد پوزیشن خرید بشیم که اینجا همونطور که مشاهده می‌فرمایید اومده این 79.8 رو پایین شکسته، 78 رو پایین شکسته و اینجا ما دنبال پوزیشن خرید میگردیم. و توی همین کندل ها من اگه اینجا رو به عنوان استاپ لاس قرار بدن دنبال یک ریوارد 1.5 بگردیم. خب اینجا تقریبا میشه گفت اینجا ریوارد 1.5 ما ایجاد شده. هرچند این رو هم خدمتتون عرض کنم معمولا توی روش RTM گفته میشه که همین سقفی که اینجا ما داشتیم یعنی همین جاها رو ما میتونیم به عنوان TP خودمون قرار بدیم. قبل از اینکه بریم ادامه این استراتژی بسیار جذاب رو خدمتتون عرض کنم، توصیه که دارم این هستش که حتما کانال رو سابسکرایب داشته باشید. استراتژی معاملاتی مختلفی رو هر هفته دارم توی کانال قرار میدم که میتونه واقعا به روند کسب سود شما خیلی کمک کنه. استراتژیایی که بر اساس روش‌های مختلف هستن، برای مثلا همین استراتژی که بر اساس اندیکاتور هست رو توصیه میکنم حتما نگاه کنید. واقعا استراتژی جذابی هست. اگه به بخش ویدیوز بیاد و بخش پاپولار رو بزنین، استراتژیایی که بیشتر مورد توجه دوستان بودن رو میتونید نگاه کنید. استراتژی شخصی خودم رو هم توی کانال قرار دادم، 3 تا استراتژی شخصی خودم رو قرار دادم و همین استراتژی که امروز هم خدمتتون عرض میکنم رو شما میتونید به عنوان یک استراتژی شخصی خود من هم لحاظ کنید. خب برگردیم به روشی که خدمتتون عرض کردم QM و من چارتی که دارم چارت طلا هست توی تایم فریم 1 دقیقه‌ای. شما باید توی تایم فریم های مختلف دنبال این استراتژی بگردید. خب من برای اینکه بیام سودآوری خودم رو افزایش بدم من بارها راجع به EMA صحبت کردم و اینکه چقدر میتونه به روند سودآوری ما کمک کنه. من پریود یا همون لنگس اون رو روی 200 قرار میدم و این رو زرد کنیم که بهتر دیده بشه. خود من به شخصه موقعی که میبینم روندی که وجود داره روند قدرتمندی هست، با همون EMA 200 که کشیدم اینجا ما وارد پوزیشن شدیم، استاپ لاس رو اینجا قرار دادیم و پوزیشن خودم رو تریل میکنم تا زمانی که این خط EMA رو پایین شکسته بشه. برای مثال همینجا رو بخوایم نگاه کنیم تقریبا توی همین ناحیه EMA رو پایین شکسته شده و ما تونستیم یک ریوارد 14 رو از این روش کسب کنیم. این توضیح رو هم خدمتتون عرض کنم که به عنوان یک نقطه قوت بسیار جذاب روش پترن QM هست و اون هم این هستش که من بالای 80-85% از پوزیشن هایی که بر اساس این روش دارم میگیرم واقعا سودآور هستن و چون با منطق بازار کاملا جور در میان. به خصوص اگه شما این ناحیه برگشتی که دارید، برای مثال اینجا ما یک POI رو داریم یا همون پوینت آف اینترستی که
قبلا هم راجبش صحبت کردیم رو داریم و نشون میده که همین نقطه بسیار مهمی برگشتی هست و اونجا شما دارید پوزیشن میگیرید. این میتونه به شما خیلی کمک کنه برای اینکه وین ریت شما رو افزایش بده. ریوارد هایی که این روش داره ریوارد های بسیار جذابی هستن. نکته دیگه که باید خدمتتون عرض کنم این هستش که شما باید برید توی تایم فریم بالاتر. برای مثال اگه من اینجا 1 دقیقه‌ای دارم ترید میزنم، شما برید توی تایم فریم مثلا 5 دقیقه یا 1 ساعته دنبال جاهایی بگردید که میتونه به عنوان یک حمایت خوب، یک FVG مهم، یک اوردر بلاک مهم هست، اونجاها رو نشون بدید روی نمودار خودتون و بعد بیاید دنبال جاهای برگشتی و نقاط برگشتی بگردید. خب نقطه ضعف این روش چی هست؟ حالا من برگردیم به تایم فریم 1 دقیقه‌ای. خب توی این روشی که خدمتتون عرض کردم، روش پترن QM، ما پوزیشن های خیلی زیادی رو نداریم. یعنی شما باید توی تایم فریم های مختلف خیلی بچرخید، دنبال پوزیشن هایی باشید که این ستاپ رو به شما بده و یک مقدار پیدا کردن الگوی QM توی چارت یک مقدار میشه گفتش که سخته. من خودم کاری که انجام میدم این هستش که توی تایم فریم 1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای، 15 دقیقه‌ای، حتی 1 ساعت هم دنبال پترن میگردم تا بتونم اون الگو رو توی چارت پیدا کنم. موقعی که الگو رو پیدا کردم با حجم میشه گفت بالای من وارد میشم. واقعیت این هستش که من توی تریدهای خودم خیلی ریسک زیادی رو نمیکنم، ولی موقعی که الگوی QM رو میبینم من با خیال راحت وارد پوزیشن میشم و با توجه به اینکه استاپ لاس های کوچیکی هم توی این روش قرار میدم، پوزیشن سایز خودم رو افزایش میدم. اینجا پس ما تونستیم با یک EMA که به چارت اضافه میکنیم، به جای اینکه بر اساس پترن QM ما بیایم یک ریوارد 4 رو بگیریم، ما اومدیم یک ریوارد تقریبا 15 رو از این پوزیشن گرفتیم که خیلی کمک میکنه به اینکه شما بتونید یک چالش پراپ رو به راحتی پاس کنید. خب من قصد داشتم پترن QM رو نزولی رو هم خدمتتون عرض کنم که با توجه به اینکه تایم ویدیو بالا رفت، اون رو دیگه توصیه میکنم خودتون بررسی کنید، توی چارت بگردید و مطمئنا توی چارت های مختلف میتونید این الگو رو کاملا پیدا کنید. خیلی ممنون از اینکه امروز هم با من همراه بودید. لطفا مطالب رو برای دوستاتون بفرستین چون میتونه به روند سودآوری و کسب سود اونها خیلی کمک کنه. نظرتون راجع به این استراتژی به من بگید. شاد و پرسود باشید.